سفارت روسیه در تاجیکستان شام 7 دکبر با نشر یک شرح ویژه فهماند که چرا دانشجویان تاجیک دانشگاه روسیه تا حالا نمیتوانند به مکان تحصیل خود بروند. سفارت میگوید در روسیه وضع اپیدمیولوژی مرکب باقی میماند. در نتیجه درس‌های حضوری در بسیاری از مکتب‌های عالی پیش از همه در دانشگاه‌های واقع در مسکو و سنت پترزبورگ قطع کرده شدند. باور می رود که در دیگر منطقه‌های روسیه نیز از چنین چاره کار خواهند گرفت. به این دلیل بسیاری از دانشگاه‌های روسیه به قبول دانشجویان از کشورهای دیگر در شکل سنتی آماده نیستند و از این رو در این شرایط فورس ماژور رهبران اکثر دانشگاه‌های روسیه به دانشجویان خارجی پیشنهاد دارند که رخصتی اکادمیکی بگیرند و بعد شروع دوباره ارتباط هوایی بین روسیه و تاجیکستان به تحصیل خود ادامه دهند. امسال صدها نفر از دانشجویان تاجیک دانشگاه روسیه به سبب بسته شدن مرزها با دلیل پاندمی کرونا ویروس به مکان تحصیل خود سفر کردن نتوانستند، ولی شرایط موجوده در تاجیکستان به خصوص سرعت سست اینترنت به آنها امکان نمیدهد که تحصیل خود را طریق فاصلوی به طور کامل به راه مانند.